سال 2000 بلکباستر همه چیز داشت. بلکباستر کمپانی کرایه ویدیو بود، یه کمپانی که 9000 تا شعبه داشت تو سرتاسر آمریکا و آدما میمدن ازش ویدیو میگرفتن، فیلمای سینمایی میگرفتن، تو قالب این فیلمای VHS کرایه میکردن به ازای 1 روز 2 روز 3 روز و بعد از اینکه نگاه کردن میآوردن پس میدادن. این کمپانی خیلی بزرگ شده بود، میگم 9000 تا شعبه داشت، میلیون ها کاربر داشت و میلیاردها درآمد داشت. هیچ کس فکرشو نمیکرد که یک روزی مثل این عکسی که اینجا میبینید تمام مغازه های بلاکباستر تعطیل بشه. حالا چی شد؟ داستان اونجایی شروع شد که یه استارتاپ خیلی کوچیک اومد به بلاکباستر گفتش که بیا و ما این ویدیوها رو به طور نامحدود بدیم به آدم، بدون اینکه منقضی بشن، بدون اینکه دیگه نیازی نباشه بیان تمدید بکنن و کلی ویدیو در اختیارشون بذاریم. بلاکباستر گفت چجوری؟ گفتش که ما توی یه پلتفرم ویدیویی میسازیم، آدما میان اشتراک پرداخت میکنن، بعدش هم هر ویدیویی که میخوان رو میبینن. بلاکباستر خندید، گفتش که نه، آدما میان اینجا صف میکشن و دوست دارن بیان اینجا که بخرن، نیازی ندارن که بخوان توی اینترنت ببینن، یا مسئله شون این نیست که نامحدود بتونن ویدیوها رو ببینن. اونا دوست دارن از اینکه میان تو صف وایسن، اونا دوست دارن بیان اینجا انتخاب بکنن. خندید و این پیشنهاد رو رد کرد. همین شد که اون کمپانی کوچیک که قطعا همتون میشناسینش، یعنی نتفلیکس، شروع کرد به رشد کردن تا اینکه بلاکباستر کاملا شکست. تمام 9000 تا شعبه بسته شدن. بدونیم بلاکباستر به یه سری چیزایی که باید توجه نکرد و اون شد موجب شکستش. سلام. توی این قسمت میخوایم بگیم که تو فصلی که قراره اون پایه های ذهن مارکتینگی ساخته شه چه چیزایی رو قراره بگیم. قراره بگیم که چی کار بکنیم که مثل بلاکباستر نشیم و شکست نخوریم. توی این فصل قراره که ما بیایم تمام چیزهایی که یک مارکتر نیاز داره رو بهش بدیم. اسم فصل هم گذاشتیم مارکتینگ مایندست یا تفکر مارکتینگی. قراره تو این فصل بگیم که چطور بدونیم این محصول تو کدوم بازار باید کار بکنه، پرسونای مخاطبمون رو بشناسیم و بدونیم برای اینکه هر محصول رو بفروشیم باید چه کارهایی انجام بدیم. اصلا محصول با محصول دیگه چه تفاوت‌هایی داره. باید بدونیم که محصول رو چجوری پوزیشن بکنیم، چه قیمت گذاری براش بکنیم و از همه مهمتر همون چیزی که بلاکباستر بهش بی‌توجهی کرد، رفتار مصرف کننده رو حواسمون باشه. نتفلیکس خیلی خوب فهمید که آدما دیگه حوصله این که بیان تو صفحای طولانی وایسن تا یک ویدیو بگیرن، اون هم به صورت محدود بتونن ازش استفاده بکنن، دیگه اون رفتار رو ندارن. کم کم داره رفتارشون تغییر میکنه. دقیقاً نقطه‌ای وایساد که بلاکباستر اونو ندید و همون شد پله رشد نتفلیکس. ما هم قراره توی این فصل همه اینها رو یاد بگیریم و به عنوان یه مارکتر یک مایندستی داشته باشیم که چجوری برنامه ریزی بکنیم، چجوری استراتژی بچینیم، چطوری مخاطبمون رو کامل بشناسیم، به چه بازارهایی ورود کنیم، به چه بازارهایی ورود نکنیم، اصلا بازار رو چجوری آنالیز بکنیم. میایم راجع 4P صحبت میکنیم. قاعده های بیسیک مارکتینگ رو به صورت آکادمیک میایم میگیم تا قشنگ اون زیرساخت ذهنی ایجاد بشه. اما یه چیزی من ازتون میخوام.
اینکه ما این دوره رو ببینیم، این قسمت ها رو ببینیم خیلی خوبه و به ما مایندست میده، اما این مایندست دادنه زمانی تقویت میشه، زمانی ما میتونیم بگیم که یک مایندست مارکتینگی گرفتیم که اینو روزانه ازش استفاده بکنیم. یک تمرینی رو میخوام بدم که تو طول این فصل میخوام ازتون که داشته باشین و کلن اینو اگر میخوایم وارد این حوزه بشین باید هر روز تمرین کنیم. اونم چیه؟ مثال میزنم. ما مثلا از این اسپری خوشبو کننده داریم در طول روز استفاده میکنیم. خب ما به عنوان مارکتر باید یک نگاهی داشته باشیم که این اسپری چه مخاطب‌هایی رو میخواد مورد هدف قرار بده. استراتژیش به نظرمون چیه؟ تحلیل کنیم، آنالیز کنیم محصولاتی که در طول روز ما ازشون استفاده میکنیم، اینها کلی تیم و کلی تفکر مارکتینگی پشتشه که چطور بیان و توی مارکت اینو جا بندازن، چطور آدما بیان اینو بخرن. پس لازمه ما هم برای تمرین هر چیزی که ازش روزانه استفاده میکنیم، تو خیابون داریم راه میریم مثلا یه بیلبورد میبینیم، بیایم ببینیم که خب چه تفکری پشت این بوده، این داره چه کسایی رو هدف قرار میده، بازار هدفش کیان، اصلا سطح قیمتیش چیه، میخواد به عنوان یک کالای لوکس خودش رو معرفی کنه یا میخواد به عنوان یک کالای ارزون قیمت و روزمره خودش رو معرفی کنه. همه اینها چیزایی که ما با آنالیز روزمره، با تمرین روزمره میتونیم بهش برسیم و این ذهن انقدر تمرین میکنه که وقتی که شما توی کار یک محصولی رو میدن و به عنوان مارکتر قراره بفروشین، خیلی 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 راحت تر میتونین اون محصول رو تحلیل کنین، آنالیز کنین و بهترین تصمیم رو براش بگیرین. در نهایت ما میخوایم که اول تفکر مارکتینگ رو بسازیم، بعد بریم سراغ ابزارها، بعدش بریم سراغ کمپین و تبلیغ. چون بدون اون تفکر مارکتینگ نه ابزار معنی میده نه اون کمپین ها معنی میده. چون بارها دیدیم که چه کمپانی‌های خیلی بزرگی اومدن تبلیغ کردن و شکست خوردن، اومدن از ابزارهای مختلفی استفاده کردن و شکست خوردن. چرا؟ چون اون مایندست رو نداشتن، چون هدف مشخص نبوده، مخاطبشون مشخص نبوده و صرفاً خواستن که تبلیغ بکنن. ما میخوایم تو این فصل اینو جلوشو بگیریم، برای همین معنای واقعی مارکتینگ رو تو قسمت بعد قرار راجعش صحبت کنیم. اصلا مارکتینگ چیه؟ فرقش با فروش چیه؟ مارکتینگ مدرن چیه؟ مارکتینگ سنتی چیه؟ بعد میایم راجع به UVP یا اون ارزش خاص و یونیکی که ما ارائه میدیم صحبت میکنیم. راجع به پرسونا صحبت میکنیم. میایم راجع به تحلیل بازار صحبت میکنیم و بعد هم راجع به این صحبت میکنیم که یه مارکتر باید چه مهارت‌های نرمی، چه سافت اسکیل هایی رو داشته باشه و ازش باید استفاده بکنه توی کار تا موفق بشه. همه اینا رو تو قالب یه فصل کامل میگیم. پس برای اینکه شروع بکنیم بیایم فصل بعد همه اینا رو توضیح میدیم، راجع به مارکتینگ میگیم و ادامهش رو خواهید دید. لایک و سابسکرایب یادتون